خود اصلی رو نوبی تاجیکی تشکیل می‌دهد که متاسفانه برخی از آنها متروک شدند و مانند بهرام، بختور، بیگار، باهو، گونه تاجیکی 4 قطب زمین در اشعار استاد بی‌سخن نیز از زبان فارسی میانه منشأ می‌گیرد. چون خراسان یعنی مشرق، خوربران یا خاوران مغرب، اپاختر یا باختر شمال، نیمروز یعنی جنوب. از خراسان آن خوری طاووس وش، سوی خاور میخی آمد شاد و خوش. آن ملیک نیمروز و خسرو پیروز، دولتی و یوز و دشمن روحوی ناموز. برخی از واژه‌ها به همان شکل فارسی میآمد یا نزدیک به آن کاربست شدند. مثلا واژه اومن یا پیشایند ابو یا واژه کوده، مهر جویی زمن و بیمهری، کوده خواهی زمن و بیهوده. همین واژه هوده واژه کلمه مرکب از فارسی میآمد از دو جز هو یعنی خوب و در یعنی دهی و معنای فایده و ثمره بخش در فارسی میآمد جای داشته است. متاسفانه این کلمه رو پوره امروز جایش رو واژه عربی فایده گرفته است، تنها در یک شکلی ساخته و معنای در شکل بیهوده ما رو استفاده می‌بریم. کاربردی فعل‌های ساده اصلی تاجیکی که امروز آنها را دوباره باید احیا کرد، از جمله افختن، افبریدن، تنجیدن، جهیدن، چمیدن، سختن. این چنین واژه‌های قدیمه سعودی نیز در اشعار شاعر به نظر می‌رسد و مانند فرخند، کربه، خواهوش و سردر. هر دم که مرا گرفته خاموش، پیچیده با عافیت چو فرخند. در شعر رودکی میزان استفاده از لغات عربی کمتر از 10% و در برخی از اشعار او کمتر از این است. چنانچه در قطعه 6 بیتی سرای 35 که تخمینا از 70 کلمه عبارت است، تنها 1 کلمه عربی به کار رفته است. یا قطعه 3 بیتی زمانه پند آزادوار داد مرا عموما واژه اقتباسی عربی ندارد. ابو عبدالله رودکی هنری بالای سخنوری و کلمه آفرینی دارد که در اشعارش این استعدادش برملاست. موصوف چنین کلمه‌های مرکبی از لحاظ معنا جذاب و پرآورنگ را ساخته است. صاحب قران، والا مفروض، بدآموز، قطره باران، لیلی صفت، یوسف روی، تشنه جگر. در شعر رودکی تمام انواع جمله زبانی ترکی جای دارد. جمله‌های ساده، مرکب و طابع، پیوست و آمیخته. در یک بیت شعر او از یک جمله تا 9 جمله ساده ناپوره آمده است. چنانچه آمد بر من کی یار کی وقتی سحر ترسم از کی خصمش کی بدر. نمونه خیلی جالب جمله‌های ساخته شعر استاد رودکی همین رباعی میباشد که در مجموع از 18 جمله ساده ناپوره عبارت است. با وجود آنکه از اشعار رودکی تا زمان ما تقریبا 1000 بیت در قالب‌های مختلف شعری باقی مانده باشد هم و اطمینان میتوان گفت که تمام دریاها و رودهای خروشان شعر و ادب فارسی و تاجیکی و زبان ادبی از همین ابیات نادر سرچشمه میگیرد و به قول عنصری بلخی ایا شنیده هنرهای خسروان و خبر بیازی خسرو مشرق ایام ببین تو هنر. روان استاد سخنور شد و آثار ماندگارش مشغل روانی شعر و ادب و زبان تاجیکی بود. تشکر. حالا من با کمال احترام رشته سخن را به استاد محترم پروفسور